تو این ویدیو قراره به مدت 7 روز ساعد دست چپمو با این وسیله تمرین بدم و ببینم بزرگتر از ساعد دست راستم میشه یا اصلا این تغییری میکنه یا نه. خب ساعد دست چپ من در حال حاضر بدون دم عضلانی و فیکس کردن چقدر 27 سانته و ساعد دست چپ من 28 سانته. یعنی ساعد دست راستم 1 سانت از ساعد دست چپم بزرگتره. روز اول از همین امروز شروع میشه و من قراره 100 تکرار با این تقویت مچ دست راستم رو تمرین بدم. خب امروز روز سومه. روز قبلی 70 تا زدیم و امروز هم قراره که 90 تا بزنیم. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know, about to see the world in action, what we can be, life with no distraction. 110. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know, about to see the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. خب امروز روز پنجمه و قراره که 130 تکرار بزنیم. I'm done living life with the lights out, die with my own doubt. احساس میکنم این دستم خیلی بهتر شده. حالا این دستم هم بد نیست ولی خب من راست دستم، به خاطر همون 100% دست راستم بهتر از دست چپم هستش، ولی خب دست چپم هم احساس میکنم خیلی گنده تر و بزرگتر شده. بعد از 2 روز مشخص میشه. اینم شد 130 تا و اینم ساعد من. امروز روز ششمه و قراره 150 تکرار بزنیم و فردا مشخص میشه که ساعد من چقدر رشد کرده و اصلا رگدار شده یا نه. اصلا اهمیت ندادم، زیاد نگاه نکردم به این ساعدم از وقتی که شروع کردم. بریم 150 تکرار رو بزنیم. on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche.
خب بالاخره روز موعود فرا رسید. امروز روز 7 و قرار 170 تکرار با این تقویت مچ سمت چپم رو تمرین بدم و بعد از چند ساعت بیام اندازه گیری بکنم، مقایسه بکنم که مچم بهتر از مچ سمت راستم شده یا نه. چون وقتی 170 تکرار بزنم دم میکنه و قشنگ مشخص نمیشه دیگه، ناعدالتی میشه. بریم که 170 تکرار رو بزنیم. خب حالا وقتشه که دست چپم رو اندازه گیری کنیم و ببینیم که بزرگتر از دست راستم شده یا نه و اینکه تغییراتش رو ببینیم دیگه که تو این 7 روز چقدر تغییر کرده. خب دست چپ من قبل از 7 روز 27 سانت بود و ساعد دست راستم 28 سانت بود. الان ساعد دست چپ من 29 سانته و ساعد دست راستم 28 سانت و نیمه. نیم سانت رو ممکنه تو باشگاه و اینا چون زیاد بارفیکس اینا هم میزنم رشد کرده باشه. خب این ساعد دست راست منه و این ساعد دست چپ منه، همونطور که میبینید. اصلا هیچ رگدار نشده اصلا. کلا رگ اگه بخواید دستتون رگدار بشه کلا هیچ تمرینی براش وجود نداره به جز اینکه بخواید درصد چربیتون رو بیارید پایین‌تر و بیشتر ژنتیکی هم هستش. مثلا من برادرم بیشتر از من دستاش رگ داره. خب آقا کلی قراره از این ویدیوها بگیرم و حالا یکی از عضله‌هامو توش حالا هر چند روز که شده تمرین بدم و کلی از این نوع ویدیوها داریم. خب حتما این ویدیو رو لایک کنید و برام کامنت بذارید که به انرژی بگیرم که ویدیوهای بیشتری بگیرم. ممنون که ویدیوهای منو تا اینجا دیدید. خداحافظ.